با نام و یاد خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت علاقه‌مندان به فوتبال، بینندگان محترمی که همراه ما هستند با پخش زنده دیدار ایران و اوروگوئه. مردم خوب ایران که از هر کجایی که ما رو دارید تماشا میکنید، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم به ورزشگاه NV آرنا. در همین ابتدا ایرانیان که یه موقعیت جدی رو روی دروازه حریف ایجاد میکنن و دروازه‌بان این تیم سرخیو روشه از اشتباه از بچه ما. یه ضربه از داروین نونیز و واکنش خوب است علیرضا بیرانونده که توپو به کورنر میفرسته. شلیک از راه دور نونیز دست بیرانوند مهار میشه. ببینیم همجا ضربه‌اش رو زده اینطوری به خوبی واکنش نشون میده علیرضا بیرانوند. رو به جلو میاد سوارز، پاسش تک ضربه برای والورده. سوارز ضربه چیپو میزنه و اونجا توپ روی سقف دروازه ایران فرود میاد. این رقابت ها برگزار میشه که هر دو تاشو میتونید در سایت و اپلیکیشن آنتن دنبال کنید. یه ضربه از کنار دروازه که به بیرون میره. شجاعی که بازی رو به سمت راست میبره. جهانبخش سامان قدوس اشتباه کرد، در اختیار بازیکن اوروگوئه قرار گرفت. اولیورا حرکت رو به جلو، ضربه پای چپش که بیرانوند توپو جمع میکنه. یک بار دروازه‌شون رو باز شده دیدن در 7 بازی اخیرشون در سال 2022. والورده این ضربه و باز هم هنرنمایی از علیرضا بیرانوند. این ناگهانی والورده رو دفع کرد علیرضا بیرانوند با یه واکنش استثنایی. ببینیم ما هم در صحنه حرکت که انجام دادن بازیکنان اوروگوئه. توپ اومد روی هوا، ضربه والورده و واکنش خوب از علیرضا بیرانوند. خودش قرار میگیره. صادق محرمی برای گذاشت داروین نونیز که امکان توپو در اختیار، ضربه‌اش رو میزنه و باز هم علیرضا بیرانونده که توپو در اختیار میگیره. حاج صفی مزاحمت براش ایجاد کرده. اسینو انتقال توپش به سمت راست، باز رو به وسط میارن. دلاکروز، والورده، بنتاکو، شخصش از سوارز، پشت محوطه سوارز ضربه‌اش رو میزنه از کنار دروازه ایران به بیرون میره. دلاکروز به چه ترتیبی ارسال خودش رو انجام میده در 67مین دقیقه این مسابقه. ارسال بلند به روی دروازه، این ضربه سر روی خط توپو برمیگردونه ترابی. بنتاکو توپو در اختیار دلاکروز قرار میدن. یه ارسال روی دروازه، ضربه ای که میزنه رو باز هم واکنش خوب از سوی بازیکنان و این بار امیر عابدزاده است که توپو در میاره از روی خط. اوروگوئه کلمبیا مقابل این تیم قرار کرد 3-0 در مقدماتی جام جهانی مقابل این تیم شکست خورد. یه جوری زمین ساز اخراج او از تیم کلمبیا هم بود. موقعیت برای ایران، ارسال به روی دروازه و توی دروازه، گل برای ایران. مهدی طارمی حساب کار رو 1-0 میکنه. یه ارسال بی‌نقص و ضربه تموم کننده از ستاره ایرانی ها حساب کار رو 1-0 میکنه. ایران 1 اوروگوئه 0. ببینیم با هم صحنه حرکت قشنگ طارمی، انتقال توپش به سمت چپ خوب از انصاری فرد، ارسالی که انجام داده ضربه تموم کننده از مهدی طارمی ایران رو به گل اول میرسونه در این مسابقه. چقدر خوب کار کردن، چه پاسی داد کریم انصاری فرد. توپ در اختیار بازیکنان اوروگوئه قرار داد. سباستیان کاسارز پس رو به جلو، موقعیت برای تیم اوروگوئه. این ضربه چیپ و توپی از کنار دروازه به بیرون میره. صادق محرمی 5 ثانیه تا پایان بازی. قلیزاده به خوبی اونجا بچه‌ها توپو نگه داشتن. انصاری فرد برام سوتشو میاره که سوت پایان رو بزنه و در نهایت بازی تمام میشه. برتری 1-0 ایران با تک گل مهدی طارمی برابر اوروگوئه. دیداری که میتونه شکل خوب
تیم ما رو نشون بده، ما رو امیدوار کنه به رقابت‌های جام جهانی. امیدوارم شما از تماشای این دیدار لذت کافی رو برده باشید. تا دیداری دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.